صبر کن. زور زدن داره تو رو عقب میبره. زندگی با زور زدن جلو نمیره، فقط با تعادل جلو میره. من یه دوره از زندگیم فقط زور زدم. من یه دوره از زندگیم واقعا خیلی زور زدم. کار بیشتر، فشار بیشتر، تصمیمای سریعتر. ولی نه حال دلم خوب بود، نه مسیرم درست بود. برای اینکه توی زندگیم تعادل نداشتم. اینجا فهمیدم که تعادل یعنی کی بری جلو، کی وایسی، بدون هیچ تنبلی، بدون هیچ فرار. توی رقص اگه فشار بیاری زمین میخوری. توی زندگی هم همینطوره. اگه بلد نباشی کی ول کنی دقیقاً همین میشه. الان از خودت بپرس، من دارم زور میزنم یا دارم متعادل حرکت میکنم؟ اگه جوابت اولیه، پس وقتشه تعادل تو یک کوچولو حداقل پیدا کنی. قدرت یعنی زور بزنی، تعادل یعنی بدون هیچ زوری تو سر پا وایسی. اینم فنجون دوم، نوش جونتون. فردا میریم سراغ یه چیزی که خیلی ها ازش میترسن. یادتون نره چنلمون رو سابسکرایب کنید.